چی شده ها؟ چرا مردمم ساکته؟ افغان پسرک واسه همه تون ثابته. من شرمندم یه مدت نبودم باهاتون، من دست و پا میزدم تو لخته های خون. من برگشتم با یه قلب نیمه جون، من برگشتم ولی با چشای گریون. من فریاد مردمم، اینو خدا هم میدونه. سید چاربوتتون کنار مردمش میمونه. بازم فریاد میکشم از دردای وطنم. من برگشتم حتی از لای کفنم. من برگشتم دوباره به آبادی خود. من میسازم دوباره خاک وطن خود. سعید چاربرج. من بیدارم هنوزم، کجای هموطن؟ اون دست مردونگیمونو بذاریم روی هم. من برگشتم تا دیگه سکوت نکنیم، هیچ هموطنی رو جلوی هم خورد نکنیم. من بیدارم هنوزم با یه قلب مریض، این آبروی هموطنت هیچ وقت نریز. من برگشتم تا دیگه سرخم نکنیم، رو هیچ هموطنی دستامو بلند نکنیم. میگن بغض که بشکنه چیزی نمیشه خورد. من صدای مردمم الان نمیشه من هنوزم سر پام با یه قلب پر ده. من برگشتم کنارتونم مثل یه